nasıl düştü? Bismillahirrahmanirrahیم. همانطور که ملاحظه می‌فرمایید یک فروند هواپیمای آموزشی F5 حوالی ساعت 9 صبح امروز دچار نقص فنی شده و با تبحر و شجاعت مثال زدنی خلبان که به خاطر اینکه به مناطق مسکونی و تراکم نفوس در منطقه یکتتان برخورد نکنه و جلوی تلفات کثیر جانی رو بگیره، به یک مدرسه سقوط پیدا میکنه که متاسفانه یک نفر از همشهریان عزیز در اثر برخورد هواپیما فوت میکنن. وضعیت خلبان ها هم در دست بررسی اطفاء حریق انجام پذیرفته، امداد و نجات در حال انجام هست و تمامی نیروهای امدادی و عملیاتی و نظامی و انتظامی و شخص استاندار محترم در منطقه حضور دارند. مدرسه خالی بوده؟ بله، خوشبختانه با توجه به شرایط کرونایی مدرسه خالی بوده و هیچ گونه تلفات جانی در مدرسه وقوع نداشته. مرسی، ممنون. شده جدی